خواهرشوهرم بهم گفت برو ببین چی کار کردی که انقدر داری سختی میکشی. نازنین با حق گریه اینا رو برام تعریف میکرد. بهش گفتم نازنین تو به اندازه کافی صبوری از خودگذشتگی کردی. دلیل گریه ها تو نمیفهمم. گفت دلم شکسته. یعنی من واقعا آدم بدی هستم؟ بهش گفتم مگه آسیه زن فرعون رو نمیشناستی که هم توی روایات و توی قرآن به نیکی ازش یاد شده؟ میگم من فقط از خانواده همسرم خواستم که دست از دوستی های خاله خرسشون بردارن و اجازه بدن که همسرم مسئولیت هاشو خودش گردن بگیره. اما اونا تو جواب اینو بهم گفتن. بهش گفتم آدم از حرف آدم ناآگاه نمیرنجه. تو به اندازه کافی نشون دادی با صبوری از خود گذشتگیت که چجوری پای زندگیت ایستادی. آدم با حرف آدم ناآگاه دست از زندگی نمیکشه. فقط یادت باشه از این به بعد از غیر خدا درخواست نکنی.